Please welcome ابتهاج محمد. اولین زنی حجاب پوشی آمریکایی خانم ابتهاج محمد در برنامه تلویزیونی الن دژنریس اشتراک کرد. تابستان سال روان خانم محمد اولین عضو منتخب ایالات متحده آمریکا در بازی‌های المپی ریو د ژانیرو خواهد بود که اثنای مسابقه شمشیرزنی حجاب و لباس اسلامی در تن خواهد داشت. در صحبت این زنی مسلمان دوره کودکیش در ایالت نیوجرسی را به یاد آورد و سبب توجهش به شمشیرزنی را آشکار کرد. او میگوید برادران من فوتبال باز و خواهرم والیبال باز بودند. من هم با آنها بازی می کردم. در هر نمودی ورزش مادرم برایم لباس اسلامی تهیه می کرد که با آستین و یا پوچه های دراز از دیگران فرق می کرد. باری وقتی 12 ساله بودم ما در نزد یک مکتب ماشینمان را منع کردیم و من دیدم که آنجا ورزشگران روی و دست و پایشان پوشیده بود. من هم خواستم که لباس آنها را آزمایش کنم. از اون وقت به این طرف خانم محمد شمشیر در دست رقیبانش را ناکام می کند. در ادامه برنامه خانم ابتهاج با چند تن از خادمان تلویزیونی قوا آزمایی کرد. It's a special Ellen uniform that you can wear. Boy, this is heavy. And so your team Ellen, okay?